جز تو ابراز نداریم آی به کس حاجت خیش ای بابا بالاخره یه روز هممون میمیریم. دیر و زود داره اما سوخت و سوزی تو کار نیست. اما اون خیلی جوان بود، کاری هم به کار موجودی نداشت. خدا عمرت بده مشتی. مگه این بچه‌های 13 و 14 ساله که مثل قنچه‌های نارس همه پرپر میشن کاری به کار موجودی داشتن؟ آقالام بزن بریم یه گوشه‌ای، جای دنجی که صدای پا نیاد، یه جایی که گزمه ها نشناسنش، یه جایی که پاسدار و ملا نیاد سراغمون، یه جایی که آسمون آبی باشه، گره ابروی مشتی وا بشه، جیره بندی نباشه، خوراکی از همه چی پیدا بشه. دست ما گیر که بیچارگی از حد گذرمش به گوشا مشکل ما را بیاد همتم خیش. خب میگفتی مصطفی روز چهارشنبه بعد از حبس تو ناغافل پاسدار ریختن تو خونه. احمدی هم باشون بود. آره نامرد حالا رئیس شده، شب که میشه تو کمیته آفتابه آخونداره این ور اون ور میکنه. خلاصه با دستای بسته بردنش. آره اون لامصب از اول چشاشو دوخته بود به خونتون. چه چش ناپاکی. من خودم یکی دو بار دیده بودم اون طرف ها میپلکید. چشاشو دوخت تو چشم، گفت حبیب خاطر. بعدشم هر دو با هم رفتیم حرم، خدمت آقام امام. نه از این امامای ساخت فرنگ، از اون امامای دبش و لوتی، اونی که میگفتن یه روزی زامنه یه آهو شده. تو حرم عقد شدیم، بعدش هم مثل یه خانوم گل نشست و بچه داری کرد. تو این 5 سال اون تو چی گذشت؟ اگه مادر پیرت خونشو نداده بود تا ابد اون تو بودی. خدا خیرش بده. آقالام بزن بریم سر قبر سپیده. سر قبر سپیده گل سرخ در نمیاد، اونجا رو پر میکنیم از گل لاله سپید و خون پاسدارام آبش میدیم. وقتی از اوین زدی بیرون نشناختمت، غلامم نشناختت. آخه مشتی به کلی عوض شده، چی بگم؟ قد 30 سال پیر شده. کجای کاری بابا؟ تو این حکومت لامصب تنها چیزی که جیره بندی نشده جون آدمه. برو اون تو تا ببینی چجوری مردم رو دست هی میکنن این ور اون ور. نه حسابی، نه کتابی، نه جرمی، نه اتهامی، همینطوری کتره الله. همینجوری کتره الله؟ هر جای بو ببرن پولی هست اولش چوبلای چرخش میزنن که خودش فرار کنه. واسه چی فرار کنه؟ واسه اینکه از لحاظ شرع اشکالی پیش نیاد. اشکال واسه چی؟ واسه خوردن مالشه دیگه. بذار حالیش بکنم. لنداشی واسه اینکه مال مردم ها با کلک مذهب اختراعیشون هارتی بکشن بالا، یا با سابمال فرار کنه، یا اگر واسطاد و پرگی کرد با 2 تا تهمت ساواکی و چیزهای دیگه میندازنش تای بند. بعدشم بعد اینکه خورده پولاشو با وعده آزادی، ملاقات، عفو یا تبرئه و یا 1000 عد و اطفار دیگه کشیدن بالا، اون وقت آزادش میکنن؟ نه داشتم، اون وقت دارش میزنن. جماعت تخمرون. مشتی اتهام تو چی بود؟
منو گاشتنم تو بند تا گلمو چنگ بزنن. گل تو طاهر بود. گل تو سالم بود. وقتی دید دامنش آلوده شده چاقو رو کرد تو دلش. قاتلش رو میشناسم. فرما های بقا بفرما. فرما اینم جای دفت شد گنج. مخلصم. بنده باشین. ای بقا این مال شما. اینم اون جای دنجی که میخواستی. اینم مال خودم. اینم پرتقال. الان عرق دفت خالص. ساخت همون مهندس هست که از دانشگاه بیرونش کردن ها. نه رفیقمون؟ بله جون شما خالصه. باشه خدمت شما. با اجازه. درسته. هنو گیجم. راستی نمیدونم که چی شد. چی تو شد؟ یه ملتی خودشو ریخ روی پای چیتونه. اصلا اینکه حافظت خراب شده. کدوم ملتو میگی؟ BBC یا صدای کفت زهرمار؟ اینا اسمش ملته؟ یادت چه آتیشی سوزوندن این بی پدرها؟ انگاری انگلیس ها همه شدن پیرو خط آقاه. پیرو خط امام. این بچه های پاخط روی ماشین دودی امام پشتک میزدن. نه فقط انگلیس ها، روس ها، آمریکایی ها، 35 تا رادیو همشون برنامه‌اش فارسی بود. نفت ما رو میخورن، آروغم روش میزنن. یادمه اون روزای دور توی هر قهوه خونه مرشدی بود و سهراب کشونی. رستمی بود، کاوه‌ای، پور جمی. اون روزا مرشدمون قصه میگفت از روزای خوب که تو شهر آدماش یل بودن. میشه بازم از زورخونه مرد بیرون بدین مثل روزای قدیم؟ مثل اون وقتا که مرشد واسمون زرد میزن. آره میشه، اما اولش باز کاوه رو پیدا بکنیم، پرچم رو دستش بدیم. مرد میدونی میخواد. چقدر صبر کنی؟ آخه کاوه کجاست؟ در توی قلب همه رستمی است با دل شیر. آرشی هست کماندار بلند، کاوه‌ای با پتکش. باز باید بساط مرشد و آورد و پنگ کرد. همتی خواست و بعدشم کباده و میل و چرخ. این پروانه که دور شهر میگرده بگردی. میخورم برای تو، میخورم برای اون مردای کشورمون که باشن سر پا تا وقتش برسه. واسه نابودی شیطونای عمامه به سر. سلامتی ایرونی. یه خرمگس میبینم. بگو 2 تا خرمگس.